که به آمریکا و اسرائیل جنایتکار بفهمونیم که هیچ غلطی نمیتونه بکنه. هر چقدر بیاد ترور بکنه، هر چقدر ما رو از لحاظ نظامی تهدید بکنه، ما جواب کوبنده‌تری بهش میدیم. ما مردم پشت ولایت و رهبرمون هستیم، هیچ وقت کشورمون رو پشت خالی نمی‌کنیم. توقعم اینه که خلیج فارس بشه قتلگاه ناوهای امریکایی.